ای برادر جهد کن تا تو نباشی بی نماز، روز و شب پرهیز کن از صحبتی آن بی نماز. صحبتی بی نماز ترا کجا میبرد؟ ترا دوزخ میبرد. آدم بی نماز، گفته حضرت حافظ، هر آن کسی که نیست در این حلقه زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. آدمی که در دنیا نماز نمیخواند، حضرت گفتن من فتوای را، من مفتی بی نمازا ما هستم، گفت من فتوا میبرارم که نامرده با وی جنازه کنید که وی در قطار مرده ها هست. وی آدم هلاک شدگی است. با آدم هلاک شدگی چگونه همدشی شوید؟ چگونه رفیقی کنید؟ زن مخواه از بی نمازان، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسید، ای کسانی که شما عقل تا نخوردین. رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرسی بهترین داریم، چی معلم خوبی داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة لاربعین، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنید. 4 چیز جوانا 4 چیز اهمیت میدهند، زنها را نکاح میکنند: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقلی هستند که مالدار را سر میکنند. کجا یک مالدار است برای آنی که از مال او استفاده کنم، برای مالدار بودنش رفته او را نکاح کرده میگیرند. رسول اکرم در دوام گفتند ولی حسبها، بعض جوانهای هستند که نگاه میکنند قدر عروس چی کاره باشد، اگر میبیند در زینه های بلند باشد رفته دختری او را نکاح میکنند. رسول الله گفت بعضی از طایفه ها گفت این را گفت چیکار میکنند؟ این را برای خود درس قبول میکنند. سوم طایفه ها لجمالها، بعض جوانهای هست که جمال میکابند، یعنی کجا یک دختری صاحب جمال است. ولی دینها، بعض جوانهای هست که دختری دیندار میکوند. رسول الله گفت که من معلم شما هستم و من سرور شما هستم، فعلیک بذات دین قریبت یداک، دیندار بگیر دست تو بالا می شود، خانه تو با برکات می شود وقتی اگر تو آدم دیندار بگیری. حضرت میگوید بین شما فقط دیندارها را سراغ کنید، وقتی همون جوانی که خانه شما داماد بشود پرسان کنید نماز میخوانی یا نمیخوانی. از نماز از وقت پرسان کن. النکاح ریق فلینظر احدکم من یضع این یضع کریمته. رسول الله میگوید که نکاح ریق است. نظر کنید که این میوه دل خودتان در دست کی میدهید، در کی داده ایستاده اید؟ نظر کنید به اولاد همون شخص، به اولاد همون بچه نظر کنید، به همون جوان نظر کنید که این دختر در دست کی داده ایستاده اید. حتی رسول الله فرمود من تزوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها. کسی که اگر دخترش در یک آدم فاسد میدهد، کسی که اگر دخترش در یک آدم بینماز میدهد، همچنان است که بین فرزندی و پدری را بریدگی باشد. زن مخواه از بینمازان، نیز بیواز زن نده تا نگردی دوزخی از شومی آن بینماز. این است توصیه معلم ما و شما. این است خاص حضرت شاعر که من برای شما این گونه تحلیلش کنم.